اما مشکلی این است که ضعیفی ایمان ما تا جای آمده است که هر یک نفره که او هم مثل ما انسان است. همون در یادتان هست چند سال پیش بود، ایدیگول بود، چیزی دیگر بود، لعنت الله علیها، وقتی ضد حجاب صحبت کرد، حجاب را مسخره کرد، کمی نگذشت که مرگش آمد و از دنیا رفت. دیگر هنوز همون نوارش در یوتیوب هست. همین چند روز پیش دیدم که هنوز هم مردم دارن لعنتش میکنن، هنوز هم به قبر او لعنت میرود. اینها این نفرانی که در نزد بیمارستان هستند امروز به خاطر معاشی 3000 سومان و 4000 سومان دارن حجاب زنها را میکشند. این نوار میماند، این نوار تا روز قیامت میماند. تا روز قیامت بر خود و بر پدر و مادر خود اینها لعنت میگیرند و والله عالم که با چه مصیبت یا یک و یک باره مرگ ناگهانی به سرشان بیاید. اما خواهرانی که به این آسانی سطر میکشید، باور کنید جزای شما هم کم نیست. آره اکراه هست، مجبوری هست، بیچارگی است، اما اون در حالی که به گردنت کرد ماندن، تو را طرز تهدیدت کردن که تو علاج نداری و سطر میکشی، اما تو جریمه میشوی. گفت زود سطر را کشیدیم، تو داخل بیمارستان نشو. گفت زود سطر را کشیدیم، از دانشگاه اخراجت میکنه. گفت زود سطر را کشیدیم، از جای کار میروی. گفت زود سطر را کشیدیم. اینها اکراه نیست، اینها مجبوریت نیست. الله میگوید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. آنهایی که مخالفت پیامبر میکنن، یعنی مخالفت شریعت الله میکنن، بترسن، بدانند که بالای آنها یکی یا بلا می آید یا عذاب بزرگ می آید در خود همین دنیا. عاقبت بر علا از مردم ترسیدن و از الله نترسیدن در همین دنیا هست. آره شاید چند نفر بگویند که تو که مسلمه خارج از وطن هستی اینها برای تو آسان است. به الله قسم اگر داخل وطن می بودم، به الله قسم اگر داخل دانشگاهی وطن می بودم و بالاترین مقام استازی در من می بود، از من می گفتن سطرت را کش، از بحری همون دانشگاه می برآمدم، از بحری همون وطن هم می برآمدم به خاطر قانون الله. چون من یقین به پروردگار دارم کسی به خاطر الله چیزی رو ترک کرد الله او را تنها نمیگذارد. چونانه که مهاجرینه که به خاطر الله خانه و در خود را ترک کرده آمدن 1000 بار بهترین زندگی از آنهایی که با خار و ذلت در داخل زندگی دارن بهتر زندگی دارند. این وعده الله هست.